سلام بچه، چطوری؟ ممزی هستم. امروز اومدم با یه بازی دیگه. اونایی که چنل انگلیسی من دنبال میکردن این بازی رو خوب میشناسن. بازی خیلی بامزه سوپرمارکت سیمیولیتور. راستش میخواستم یه سیمیولیتور دیگه بازی کنم این دفعه که تنوعی بشه، اما خب تنها سیمیولیتوری که الان رو پیسیم داره همینه. ایشالله دفعات بعدی سیمیولیتورهای بهتر. خب یه توضیح بهتون بدم. سوپرمارکت سیمیولیتور همونجور که از اسمش مشخصه شبیه ساز سوپرمارکته. قراره یه سوپرمارکت باز کنیم، تو این وضعیت گرونی و دلار و این را یه پولی به جیب بزن بریم. خب چی میگه این؟ You start with a small store and grow. چرت و پرت میگه با یه مغازه کوچیک شروع میکنی، مغازه بزرگ میزنی و از این حرفا. اول از همه این میز جاش خیلی بده. داداش با چی کاری میکرد؟ هولد. خب نمیذاره. بعد اول کاری که میگه رو انجام بدم. اینقدر بدم میاد از این بازی ها. خب مارکت باید بریم، وسیله سفارش بریم. چقدر پول داریم؟ $50. چند دلاری تو؟ $35. چه خبره؟ نمیخوام. سیریال الان گرونه. قیمتش رو روش ننوشته، خیلی ریز نوشته، نمیبینم. $11 خورده، $6 $15. پولم بینم به اینا میرسه. $57 شد لامصب. یه چیزی رو باید حذف کنم. آرد و نون و پاستا و شکر واجب نیست حذف میکنم. شکر رو حذف میکنیم، روغن سفارش میدیم. گرونتر شد که ای بابا. روغن داشتم. اوکی. این فیکس شد $50. پشمام. خب وسایلی که سفارش دادیم باید بریم بیاریم بچینیم توی طبقه. اصلا اول مرتب شروع کنیم که خیلی ریده نشه مغازمون. روغن اینا رو میشینیم این طرف. این چیه؟ پاستا. کلا این ردیف رو میکنم روغن، الان که جنس کم دارم. این ردیف رو میکنم پاستا. این ردیف رو میکنم آرد. 2 شلف دارم دیگه، بس میکنم. اوکی. این ردیف آخر میکنم نون. بسیار عالی. خب حالا میشه میز رو تکون بدم عزیزم؟ خب نمیذاره. چیکار باید کنم؟ set the price. قیمتاشو باید تعیین کنم. خب مغازه رو باز میکنیم. جان مادر بزنین تکون بدم. ای دهنه تو سرویس. آخه این چه وضعشه؟ یه ذره بیا اینجا. سلام، اولی مشتری. اوکی، پول نقد داد. $1 باید بهت پس بدم. 50 سنت بهت پس میدم. به اولین مشتریمونم رحم نمی کنیم. خب این کت شلواری میتونم بیشتر تیغ بزنم. اوکی. ممنون، مرسی. خب این میذاریم اینجا. خیلی بهتر شد. میبرم بستیم. $9. اوکی. کچل. اوکی. $9. به آج خانم نگاه کن. با آج خانم دارم میخواد دستی اصلا یه 50 سنت اینجا بهت بدم. حال کن. چی میگه؟ خودم میدونم داداش، قبل این بازی رو بازی کردم. اوکی. حالا میتونم بازم جنس بخرم. هنوز زوده. این سیریال صبحانه این یه کمی گرونه. الان 1 باکس از این بگیرم خالی میشم. حالا صبحانه نخورن نمیمیرم. تو چون این شکلی هستی؟ به حاج خانم دوباره برگشت. خب این چه خبره؟ این مغازه کوچیکی انزه اتاقه. $1. یه برو حالشو ببر. پول تو پس میدم، منت هم سرت میذارم. برو گم شو. خب ولی هنوز تو دلم مونده که سر اولین مشتریم کلا گذاشتم. واه این نگاه چه با سیس رو میاد. برات قیمت ها رو گرون زدم میفهمی. سلام داداشم، چطوری؟ به نفعت کارت بدی. پول دادی بیچاره شدی. $2 باید پس بدم، $1 بهت پس میدم. بزن به چاک. دزدیه؟ معلومه که دزدیه. باش اومدی. $9. چه هرچی میخرن $9.
قیمت ها رو بکنم $5 دوتا میخواد. آرد تموم شد. اوکی، آرد و روغن باید بگیرم. آرد و روغن $24. خب اینم بده، سگ خورد. 3 باکس گرفتم. این سیریال این طرف میچینم، سریع قیمت بزنم، قیمت نزنم میان مفتی میبرم. $38 باید بهت بدم. $35 بگی برو دیگه. حرفم نزد بیچاره. اوکی، یه دونه روغن بشین اینجا. اینا رو مرتب خوشگل اینجا بذار. آها، مغازم حداقل این اتاقم نباشه. خب برق داریم رسی. این هم یارو نیست. حیف که پولت بنزه کافی بود، نمیتونم بیشتر بگیرم ازت. خوبه، با $50 شروع کردیم. الان هنوز از شب مونده. $46 داریم. اینا بارم داریم. چقدر سود داره. قبل از هر چیز ضمن تبریک برای شروع چه حرفی دارید که بزنید؟ سلام، من پول دوست دارم. اوکی، $33 باید بهت پس بدم. شبیه باراک اوبامایی. $30 بهت بیشتر پس نمیدم. دزدیه، میدونم دزدیه، اینجا همه چی دزدیه. $37 باید بهت پس بدم. $35 بهت پس میدم. خداحافظ. به تو $1 باید پس بدم. $1 میدم. آخرین مشتری می به اولیه رم نکردم، به تو رم کنم حداقل. خب مغازه بسته است. اینم از روز ما. ببینیم چه خبر بود. $115 پرافیت داشتیم. در واقع با چیزایی که خریدیم اینو سود خالصمون حساب میکنم $65 بوده. الان چند دلار داریم؟ $115 داریم. عالیه. چی میگه؟ میگه قبض و بدهی و از این چیزا. اوکی، سلام. $5 تو هم بیبرو. خب چی میگه؟ purchase product license using computer. باید محصولات جدید بخریم. محصولاتمون کمه. $6 $5 بیشتر نمیدم. $8 بازم $5 بیشتر نمیدم. خوش اومدید. خب چرا هیچکی پاستا نمیخره؟ بخرین دیگه. اوکی، باید بریم محصولات جدید بخریم. چند دلاره؟ مارکت، نه تو منیجمنت فکر کنم. مدیریت، لایسنس $200. اوکی، باید یکم بیشتر از $200 در بیاریم که به محض اینکه لایسنس رو خریدیم به فنا نریم. آردم تمام شده راستی. حاج خانم چطوری؟ آره میدونم، الان آرد سفارش میدم. سریع آرد سفارش بدیم. پول که داریم. بریم چی کم داریم؟ 2 باکس باید آرد بگیرم. 2 باکس آرد، 1 باکس روغن، 1 باکس پاستا، نون، سیریال، شوگر. $100 همه رو بده، اب نداره. اضافی داشتن بهتر از کم داشتنه. اگه تاریخ مصرف نداشته باشه نگذره عالیه. شکر. خیلی خوب. $2. ببینم دیگه مشتری نیست بیرون. یک مشتری دیگه. سلام، باراک اوباما. اوبامایی؟ نه اوبامایی که دیگه بود. خب خب $270. خوب، روز خوبی بود. امروز هم جمع کنیم. ببینم میتونم لایسنس رو بخرم. منیجمنت لایسنس رو بخریم. $70 موند واسم. بریم تو مارکت ببینیم چیا اومده. آب اومده، پنیر. آخ اشتباه کردم، یخچال نخریم. همه وسایل یخچالیه. خیلی خوب، باید ادامه بدیم. باید پول در بیاریم. باز اشتباه کردم، لایسنس رو خریدم. فردا به فنا میریم. بزن بریم. خب با $70 میخوام
یه روز سخت رو شروع کنیم چون پروداکت لایسنس خریدم. این همه وسیله هست و اکثرشون به یخچال نیاز داره. البته میتونم الان قهوه اینا رو بخرم. $55. اینم 50 خورده. یه نمیبینم، چشام نمیبینه، خیلی ریز نوشته. 55. اوکی، 100 خورده. از هر کدوم یه باکس بگیرم خوبه. قیمتش رو بالا میزنم که دیر فروش بره. فکر اقتصادی. چی؟ روغن خیلی گرونه؟ خفه شو، $1 دیگه. تو بدبخت گدایی. خب $86. بد نیست. ببینم یخچال چقدره. این یخچال بزرگا $375. این یخچال تکیه $200. این بزرگا خوبه، این تکیه به درد نمیخوره. حالا یه کارش میکنم ببینیم پولمون در چه حد میرسه. اگه نرسید اما بزرگا چیز هم کوچیک خوبه. خرید کنین دیگه بابا، اینقدر گرون نیست. $95. 2 ساعت از باز کردنمون گذشته، کلا $200 در آوردیم. 46 بیا 45. از مردم باید بتیغیم دیگه، چیکار کنیم؟ پول نمیدن که. خب بذار ببینیم چه خبره. $147 داریم. حداقل میتونم اون قهوه و این قهوه او داشتم مثل اینجا. یه دونه قهوه و یه دونه چایی بگیرم. قیمتش 10 خورده، ما میدیم $11. چای گلستان، این چای رو میدیم $6. پاستا گرونه؟ پاستا کجاش گرونه؟ حاج خانم تویی؟ پاستا گرونه. چند باید بدم؟ 3.5. به خاطر تو، فقط تو بهترین مشتری منی. یه 2 دقیقه صبر کنین اومدم دوستان عزیز. چند تا قلم بار بیشتر نیست، اینا رو بچینم. خب اومد. $1. 1 سنت بهت میدم. ای بابا 25 سنت بهت میدم. پاک بر سر برو دیگه. نیم سنت گم شو. چیز؟ آره چیز ندارم، یخچال ندارم مثلا. ببین دیگه کوری. $18. خداحافظ. کورن همه. میگه پنیر منو کجا بذارم؟ تو قفسه بذارم آب شه خراب شه؟ آره شیرم همین داداش. یخچال ندارم، چون نمیفهمن اینا. $5. این داشتون هیکلی و گنده میزنم، میترسم ازش دزدی کنم. خداحافظ نوکرتم، عشق منیم. خب $12. اوکی. شکر تمام کردیم. اوکی. شکر هم یه باکس. سیریال داریم. شکر و سیریال هرچی پول در میاریم داریم پای محصولات میدیم که. میخوام بدونم اینجی سودیش کجیست؟ دوباره موندیم و $100. پول بده. $1. باید دوزی کنیم، نمیشه اینجوری. باید از مردم بچپیم. سیریال اکسپنسیو نیست داشت، تو بدبخت فقیری. خب خدافز. پول نقد بده. سیریال گرون بود، من $5 بگی با گم شو. 7.5 باید بهت میدادم، 5 بهت دادم. آخرین مشتری می؟ بیا کل پولت بهت میدم. بیا این 50 سنت هم بگه حال کن. باکس رو بندازیم بیرون. اوکی. $175. یکی بیاد یه $25 خرید کنه من یه یخچال بخرم. سلام خوش اومدین. اوکی تو هم میای؟ بیا خرید کن. این مغازه رو نکن، تازه باز کردیم. ببین خیلی مغازه خفنیه. اصلا اسمش سوپرمارکته. کدوم مغازه سوپرمارکتی دیدی که
اسمش سوپرمارکت باشه، برند اصلی هم من. آب نداریم، آره آب نداریم، ببخشید. یخچال نداریم چون $14. اوکی. $192. یه $21. یخچال رو بده بیاد. نمیتونم بده یخچال سر کنم الان. یخچال رو همین حالا بده بیاد. یخچال رو چه بسته‌بندی هم کردم ماشاءالله. این یخچال باید بیاد اینجا. خوب فعلا که خالیه، ولی خب یخچال رو خریدیم حداقل. 4.5. خوش آمدید. $16 دارم. محصولاتمونم هست. خوبه. سلام ستون. شلوار پلنگی محلمون اومد. شلوارک پلنگی بهتر بگم. خب بذار ببینم. ولخرج شدی داداش. $40 داریم. ببینم میتونم آب معدنی و اینا رو بگیرم. آره اتفاقا میخواستم آب معدنی بگیرم. $9. پول داری. $7 بسته. خود شلوار میپوشی باید عواقبش هم تحمل کنی. $85 باید بهت بدم. ای جان $5 بهت نمیدم. میدم سعی کن. برای اینکه پول خودشونو بهشون بدم منت سرشون میذارم. چه آدمیم من. خب ببینم. اول لبنیاتو میگیریم. پنیر، شیر، تخم مرغ. $50 شد. آبم بگیریم دیگه چی میخوام؟ یه دفعه همه رو با هم میگیریم. یه دونه آرد میخوام. 2 نون میخوام. آره فعلا همین بس. یه دونه آرد، 2 نون. یه دونه نون. اینا رو بده بیاد. خیلی مأموریت بعدی ما اینه که یک بخش جدیدی واسه مغازه بخریم که مغازه رو بتونیم گنده تر کنیم. وایسا ببینم من اینا رو قیمت نزدم برداشتی همینجور. وای ضرر بدبخت شدم. یه دقیقه چک اوت رو ببندم. همینجور بمون. آره بی کنار. $3. پنیر $4. بیا کنار گفتم. الدنگ. آب معدنی هم $3. قیمت آب معدنی با شیر یکی. عالیه. بیا باراتو بیار ببینم. گم شو. تخم مرغ دارم. پرت کردم همه شکست. سود امروز چه خبر بود؟ $40 کلا سود کردیم. البته یخچال خریدم. پاستا رفت بالا. چایی هم رفت بالا. قیمت رو چک کنیم. خب چای قیمت بیسش شد $6. پس ما باید بدیم 6.5 حداقل. پاستا بود بعدی. پاستا خوب. بذار باش. اوکی باز کن ببینیم چه خبره. چای باید بگیرم. قهوه باید بگیرم با سیریال با پاستا. همه شو میگیرم. پرداخت بدهی ها. بعد از پرداخت بدهی ها مغازمون رو گنده تر میکنیم. همینطور که میبینید این بخش پشتی باز شد. بسیار هم عالی. فقط الان تنها کاری که باید بکنیم اینه که اینا رو زودتر سیکشون رو بزنیم. کل مغازه رو باید جابجا کنم. بیاین خرید کنین تا ساعت 6. یه سری محصول میخوام هنوز. چی میخوام؟ قهوه میخوام، شکر میخوام، سیریال میخوام با شیر. حاج خانوم چی میخوای؟ زیاد خرید کنی ها. اصلا قابلتون نداره. تو مجانی هستی. جمله بندیم زیاد قشنگ نمید. منظورم اینه که هر چی میخوای واسه رایگان میزنم. خب ای بابا کارت نده دیگه. پول نقد بده. 27,500 مجبورم برات همین رو بزنم. دستگاه قبول نمیکنه. دفعه بعدی اومدی جبران میکنم برات. $100 اصلا بهت میدم. 4.
این قسمت به لامپ نیاز داره. لامپ سفارش بدم برای اینجا. مارکت، فرنیچر، اسپاتلایت 2 تا 3 تا. اوه $120؟ نه 2 تا. کاش یه دونه میگرفتم مثلا. تو خریدام همیشه عجله میکنم. این لامپ ها رو بگیریم بزنیم اینجا. خب مغازه زیبا شد، فقط خیلی مزخرفه. رنگش رو اگه میشد تغییر بدم عالی میشد. میدونم که میشه ولی خب الان نمیدونم. 18.5. حاج خانم دوباره اومد. جان من این دفعه پول نقد بده، جبران میکنم برات. تو مشتری خوب منی، مثلا شانس میاری برای من. امروز اومدی، بیزنس عالی بود. نگاه کن چقدرم داره خرید میکنه. به به، خریدای حاج خانم رو ببین. حاج خانم پول نقد میده. بیا این $100 رو بگی برو حال کن. یکم زیاد روی کردم ولی خب عشق منی، بهترین مشتری. $8 $100 بهش دادم. من چه آدم کلیم. $273. یک یخچال بزرگ بگیریم کارمون تمام. البته میتونیم تو روز هفتم تمومش کنیم. یه هفته مغازه رو خوب گردوندیم دیگه. خب شیر از پایین بچینم. یک طبقه بالاش آب میچینم. خب امروز را تعطیل میکنیم و آره وضعیت خیلی خوبه. همونطور که دیدین مغازه رو گنده کردیم، یخچال خریدیم، محصولات خریدیم، خیلی داره خوب پیش میره. ناراحتم که حاج خانوم بعد از اینکه $100 بهش دادم دیگه نیومد، از مرز فرار کرد فکر کنم. بعد آره دیگه خلاصه که مغازه تو این یه هفته خیلی با $50 شروع کردم، الان فکر کنم سرمایه‌ام قشنگ بالای $5000، قشنگ 100 برابرش کردم. تازه از بانک هیچی وام نگرفتم. اونایی که چنل انگلیسی می دیدن، این گیم پلی ما رو دیدن، میدونن که هی وام قسط بدهی داستانیه واسه خودش. اما تا اینجا کار عالی پیش رفت. اگر تا اینجا ویدیو همراهم بودین امیدوارم که لذت برده باشین و لایک و سابسکرایب و اینا فراموشتون نشه. تا پلی ثرو بعدی، تا گیم پلی بعدی از سوپرمارکت سیمولیتور، امیدوارم که همتون از این ویدیو لذت برده باشین و نمیتونم صبر کنم تا پارت بعدی. خیلی بهم حال داده امروز این بازی و امیدوارم که شما مثل من لذت برده باشین و خداحافظ شما.